سلام بچه ها، این دوچرخه رو من از سر ایرانی تهیه کردم. بریم ببینیم شرایطش با اون آگهیایی که پخش میکنن مطابقت داره یا نه. راپیدو مدل R91 سایز 20. بریم برای بررسی. قیمت زیر 5 تومن. اقساط بین 10 ماهه تا 30 ماهه. قسطش چی؟ بین 700 تا 1500. کارمزدش زیر 1%. بیمه چی؟ بیمه راکب داره دیگه. حالا چی هست؟ دوچرخه هامونو میگم دیگه. خب رفتم اینترنت یه سرچی زدم. راپیدو مدل R91 هم تو تورو بود هم تو آریا چرخه زده 5,330,000 تومان، تخفیف زده 5,140,000. توی تروپ هم زده 5,140,000. البته دوباره همین آریا چرخ هستش و یکم میریم پایین مدل 16ش سایز 16 است که به درد نمیخوره. سایز 20ش دوباره اینجا زده 5,150,000 که همین هورو هوش رنج قیمت هستش دیگه. خب ببینید الان تاریخ رسیدی که هسته 14/4/1403 سر ایرانی. اولا که ما نمیدونستیم مثلا باید پیش پرداخت بدیم، ولی پیش پرداختم پرداخت کردیم. 1,399,000 تومان پیش پرداختش بوده. بعد که توی 5 قسط قرار شده ما پرداخت کنیم. کمترین مقدار قسط بود قسطی که ما برداشتیم، چون هر چقدر مدتش بیشتر میشد سودش هم بیشتر میشد. مبلغ نهایی که پرداخت کردیم 6,399,000 تومانه و این 10 تا خورده ای. خب حالا خودتون حساب کنید دیگه. حالا یه کاری که سر ایرانی میکنه و همچون اونا که قسطی اول میان از قیمت اولیه یکم روش میذارن، مثلا 5,100,000 بود 140، حالا 5,300,000 بگیم. 5,300,000 وقتی که میخوای قسطی خرید کنی، ولی فکر کنم 5,700,000 بود اگه اشتباه نکنم، 5,700,000 گذاشته بود. حالا بین 5,400,000 تا 5,700,000 در نظر بگیرید. قیمت اولیه‌اش رو گذاشته بود و وقتی سود میاد این قیمت میشه 6,399,000. حالا کارمزد 1% رو نمیدونم چجوری حساب میکنن، یا من ریاضیم ضعیفه یا اونا ریاضیشون ضعیفه. مشکل از کجاست نمیدونم. و حالا مثلا واقعیت رو میگفتن چه اتفاقی میافتاد؟ اونی که میخواد قسطی خرید کنه قسطیشو خرید میکرد دیگه. حالا با چه بهره ای اینا فکر نمیکنم خیلی برای اون کسی که پول اولیه رو نداره یه جا بده قسطش مثلا بهرهش فرق کنه. چون ما برای بانک ها که داریم 18% میدیم، 18% زبانی داریم میدیم، ولی در اصل 30% تا 50-60% داریم سودش رو میدیم. حالا دیگه این دیگه جای خود داره. شما هم یه تجربیاتتون رو زیر این پست بذارید تا ببینیم شما نظرتون چی هستش، یا فقط برای من این اتفاق افتاده.